50% مساحت قوطی سیگار را باید معلوماتی به سلامتی زیان آور بودن آن فرا بگیرد. معلومات درباره زیان سیگار به سلامتی در روی قوطی به زبان تاجیکی و در پشت آن باید به زبان روسی نوشته شود. این طلبات در رگلمنت تکنیکی محصولات تماکو درج شده است که با قرار حکومت تاجیکستان و امضای امامعلی رحمان تصدیق شده است. حفظ حیات و سلامتی انسان، محیط زیست، عملهای آگاه کننده که استعمال کنندگان محصولات تماکو را نسبت به تعیینات و بخطری به اشتباه میبرند تهیه شده است و با محصولات تماکی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان به معاملات برآورده می شود تطبیق کرده می شود. در تاجیکستان چند از برندهای معمولی سیگار به مثل سناتور، امباسادور، میران، پریما، کوسموس استحصال می شوند. در بسیاری از فروشگاه‌های تاجیکستان مثل این سیگارها در نزد کاسا و یا خزینه جایگیر شدند و طبعا می‌بینیم انواع بسیار زیادی سیگارها در اینجا جایگیرند، ولی در برخی از نمودهای سیگار اگر نوشتجات در مورد زیان‌آور بودن سیگار جای داشته باشد، در برخی از آنها وجود ندارد، به مثل سیگارهای نوع اسه و یا پاین. اما فروشگاه‌های مثل این در بالای رف سیگارها یک نوشتجات در مورد زیان‌آور بودن سیگارکشی هم به زبان تاجیکی و هم به زبان روسی جایگیر کرده‌اند. Вот вам эксперимент чистой воды. Что в себя вдыхают люди, что они потребляют. Здесь нигде не говорится про Республику Таджикистан. نظارت نسبی چنین نوشتجات بر دوش آژانسی تاجیک استاندارد واگذار شده است و در صورتی در دکان‌ها یافت شدن قوطی‌های سیگار بدون چنین نوشتجات آن مصادره شده، مالکان این گونه دکان و یا فروشگاه‌ها جریمه می‌شوند. کارشناسان در تاجیکستان میگویند یک محصولات دیگری تماکو نوس که در تاجیکستان خیلی سر استعمال است از زیر نظر این قرار دور مانده است، هرچند ترکیب و زیان آن از سیگار دیده بیشتر است و کم نه. Возьмите тот же самый насвай, да, то есть он тоже содержит табачный лист. این محصولات تماکو در یگان سند درج نشده است، مثلی که آن وجود ندارد. حالان که از آن خرد و کلان و حتی زنها استفاده می کنند. در حالی که تشخیص های لابراتوری در ترکیب آن ماده های زیان‌آور کیمیایی به مثل مشیک پیدا کردند. Химические элементы и мышьяк, то есть, да. نوس به فرق از سیگار نه از سوی کارخانه‌های و شرکت‌های مشخص بلکه در داخل دکان و تهخانه‌های برخی از افراد در شرایط غیر گیگینی تولید می‌شود و کسی هم کفالت بی‌خطری آن را دادن نمی‌تواند. Прозрачный пакетик с зеленой смесью. Он не знает, что туда входит. خلطه‌های نوس هم کاملا شفافند و نوشتجاتی در رابطه با ترکیب و یا صنایع استحصال آن درج نشده است. Хоть что-то, то там нет ничего вообще. با وجود در شرایط خانه آماده شدن ناس در میان ناسکشان نوع‌های گوناگون آن معروف است. مثلا طبعا می‌بینید ناس چخوف، ناس ایرپورت، ناس نگورنی و حتی ناس زیره و ناس وحدت نیز هست. یعنی بسیاری انواع ناس مربوط به مکان استحصال آن و یا مربوط به نام نفرانی است که آن را استحصال میکنند و طبعا می‌بینید خلطه های ناس در این راسته دکان ها معمولا در چنین خلطه های پلی‌اتیلنی شفاف فروخته می شود که در آن نوشتجات نیست و در داخل آن تقریبا از 50 تا 100 گرم ناس وجود دارد و هر یک خلطه چنین ناس از 20 تا 50 درم نرخ دارد، وابسته البته با نمود ناس. همین بدن من به همین مطابق شدگی است. همون وقت است که اومد اگر ما استفاده نبرم یک چیکم کردگی باری خیلی اصلا پریشان میشه و منم خجالت